درود بر همه همراهان خوب ما در کانال دناچوب. امروز میخوایم محصولی رو بهتون معرفی کنیم به نام محصول بتونه مخصوص پلیورتان آکوا. این محصول قابل بازیافت هستش و جزء محصولات گرین به حساب میاد. محصولات سبز قابل بازیافتن و ما علاوه بر کارهای خودمون باید برای آیندگانمون هم اتفاقای خوبی رو رقم بزنیم. امروز با هم روش استفاده صحیح از بتونه آکوا رو توضیح میدیم. این محصول ویژگی‌های بسیار جالب و جذابی، پرکنندگی بسیار بالا برای سطوح شما، خلل و فرج کارتون رو کاملا پر میکنه و کار شما رو به یک سطح بسیار قابل قبولی برای مراحل بعدی میرسونه. ضمناً این محصول از چسبندگی خیلی بالایی برخورداره. در زمانهای قبل برای استفاده از کارهاتون از بتونه‌های مخصوص گلی، بتونه‌های دیگه استفاده می‌کردید. اون بتونه‌ها کارایی این رو ندارن. برای پلیورتان توصیه میشه که حتما از بتونه‌های مخصوص آکوا استفاده بکنید. میریم با هم شروع بکنیم روش استفادهش رو. برای این کار شما نیاز هستش که کارتک داشته باشید، دستکش، دستمال تنظیف. البته قابل توضیح هستش که روش‌های اجرایی دیگه هم داره. از قلمو میتونید استفاده بکنید، پیستوله مخصوصش رو میتونید استفاده بکنید و هم با کارتک برای سطوحی که خیلی عمیق هستن. ولی ما الان این روش رو میخوایم استفاده بکنیم که پرکاربردترین هستش و آسان‌ترین روش. شما به راحتی میتونید این روش رو با دنبال کردن فیلم‌های ما آموزش ببینید و به نیروهاتون در مجموعه آموزش بدید. بتونه آکوا زمانی که میخوایم با دستمال استفاده بکنیم بهتر هستش که کمی رقیقش کنیم. من 10% به مقداری که برای کارم میخوام استفاده کنم آب اضافه میکنم. دقت بفرمایید اگر سطح آبی که اضافه میکنید بیشتر باشه باعث میشه که رطوبت زیادی به سطح کارتون وارد بشه و این کار باعث میشه کار شما در آینده ترک بخوره یا باد کنه. نباید این کارو بکنید. غلظتی که شما لازم هست برای این کار داشته باشید بعد از اضافه کردن آب دقت بفرمایید به این حد هستش. ما کارمون رو با دستمال تنظیف شروع می‌کنیم. دستمال تنظیفتون رو جمع می‌کنید، اصطلاحاً به حالت توپی در میارید. کاملاً جذب باشه و در کنار هم قرار بگیره. این کار بهتر هستش توسط 2 نفر انجام میشه. یعنی در قطعات بزرگ شما نمیتونید به صورت انفرادی این کار رو انجام بدید. ما این قطعه کارمون چون کوچیک است و ویدیو آموزشی هستش به صورت انفرادی کار رو برای شما اجرا میکنیم. دستمالتون رو کامل آغشته میکنید به مواد بتونه پلیورتان، بتونه های آکوا ما و میاد روی سطح کارتون کاملا اینو اندود میکنید. دقت بفرمایید در موقع اجرا کاملا باید تمام سطوح به این مواد آغشته بشه و این کار باعث میشه که این ماساژی که شما با دستمال به سطح کارتون میدید باعث میشه که کامل مواد جذب بشه. بعد از اینکه کارتون رو تکمیل کردید با کارتک بعد اضافهش رو کامل جمع کنید. سریع بعد این کار رو انجام بدید که مواد خشک نشه. اضافهش رو برمیگردونید دوباره داخل ظرفتون.
این مواد هیچ پرتی نداره براتون، یعنی شما اگر درست کارتون رو جمع کنید و کارتک بکشید هیچ پرتی برای کار شما نداره. خیلی سنباده کاریتون راحت میشه. پس دقت کنید، هر چقدر شما روی دستمال کشیدن و کارتک کشیدنتون وقت بذارید، زمانتون رو در سنباده زدن صرفه جویی خواهید کرد. خب دوستان، ملاحظه بفرمایید که ما بعد از اینکه سطح کارمون رو کارتک زدیم و این مواد رو بهش آغشته کردیم و با کارتک اضافهش رو جمع کردیم، کاملا بعد یه سطح صافی رو داشته باشیم. این باعث میشه که اون خلل و فرج سطح MDF خام ما پر بشه و در نهایت برای آمادهش میکنیم برای مرحله بعدی که سیلر و پرایمر ما خواهد. حالا بستگی داره به کاری که شما میخواید روی کارتون انجام بدید، روی سطح قطعتون انجام بدید و اون خروجی که میخواید از کار بگیرید. با یک مرحله به راحتی شما میتونید این سطح رو اشباع کنید و زیر کار شما بسیار بسیار تمیز و مرتب آماده میشه برای مرحله بعدی کارتون. اگر این کار رو درست انجام بدید و اضافهش رو کامل با کارتک جمع کنید، خیلی هم سریع خشک میشه. بین 5 تا 10 دقیقه حد اکثر زمانی که برای خشک شدن شما لازم خواهید داشت. البته به دمای محیطتون هم بستگی داره. دمای مناسب حدود 20 تا 25 درجه خواهد بود.